پیش از آن که میخواهی گناه را انجام دهی، این سخن الله رب العالمین را به یاد داشته باش. خداوند در سوره علق میفرماید الم یعلم بان الله یرا. آیا انسان نمیداند که خداوند همه اعمالش را میبیند؟ یعنی خداوند همه اعمال نیک و بد انسان را میبیند و جزا و پاداش آن را هم میدهد. پس چگونه اقدام به کار گناه میکنی در حالی که میدانی که خداوند تو را دیده ایستاده است؟ از الله شرم نمیداری؟ واقعا انسانی که خود را در محضر الله رب العالمین میبیند و حس میکند که الله متعال در همه حال حاضر و ناظر بوده او را میبیند، نه تنها مرتکب گناه نمیشود بلکه قطعا فکر گناه را هم به ذهن خود راه نمیدهد.